اولین خط آهن ایران در سال 1248 وقتی به راه افتاد که رضاخان پسر بچه 8 ساله بود. ساخت راه آهن سراسری رؤیایی را محقق می ساخت که می توانست ایران را به اروپا متصل کند. برای این کار می بایست این مسیر آهنی از شرق به غرب ایران کشیده شود. این خط آهن راه ابریشم را احیا می کرد و بار فراوانی از هندوچین به اروپا می برد که عواید فراوانی برای مردم ایران به دنبال داشت. اما این راه آهن یک مخالف سرسخت داشت. آن هم انگلیس بود. انگلیس‌ها دوست داشتند راه آهن ایران از شمال به جنوب باشد. به این شکل آنها راحت‌تر از آب‌های جنوب به نفت باکو و قفقاز دسترسی پیدا می‌کردند و می‌توانستند به دشمن سرسختشان یعنی روس‌ها ضربه بزنند. طرح انگلیسی راه آهن شمال به جنوب در همان سال تاجگذاری رضاخان به جریان افتاد و در 6 اسفند 1305 تصویب شد. یکی از مخالفان سرسخت این طرح محمد مصدق نماینده مردم تهران بود. او بعدها در خاطراتش نوشت: هر چه کردند خیانت است و خیانت. با اینکه همگان به سودمندی راه آهن شرق و غرب آگاه بودند و می‌دانستند این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضاشاه آن را نپذیرفت. ما راه آهن را برای انگلیسی‌ها ساختیم. این خط آهن به درد ایران نخواهد خورد. راه آهن سراسری ایران از هیچ شهر بزرگی به جز تهران رد نشد و درست 3 سال بعد از اتمام آن در طول جنگ جهانی دوم آمریکا و انگلیس توانستند از این راه تجهیزات و نیروهای نظامی به روسیه اعزام کنند و ایران به پل پیروزی متفقین تبدیل شد. بهترین و نوترین راه آهن آن روزگار در حالی فرسوده شد که هیچ منفعتی برای مردم ایران به دنبال نداشت.